خون سپاریدنی روزدار برای تشخیص بیماری و غیره روزه را نمی شکند. بعضی نفرانی هستند که در کارخانه کار می کنند و سالانه باید از تشخیص دکتر گذرند و مجبورند که برای تشخیص بیماری خون سپارند. خلاصه به هر صورتی که باشد خون سپاریدن روزدار برای تشخیص بیماری اجازت است و روزه اش فاسد نمی شود، یعنی روزه اش نمی شکند. به حواله ابکی مسائل جلد 4 صفحه 583، فتاوای شامی جلد 2 صفحه 419، کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسده، والفتاوى الهندیه معروف به فتاوای عالمگیری جلد 1 صفحه 199، کتاب الصوم باب الثالث. والله اعلم بالصواب. روزه درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روزه جسمت پرتوان، هم شود با روزه صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را بیار. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان، ماه تسکین